امیدوارم حالتون خوب باشه. من ماهده هستم، 23 سالمه، دانشجوی طراحی صنعتی ام. خیلی خوش اومدین به چنل جدید من. چرا میگم جدید؟ چون که من یه چنلی داشتم 2-3 هفته پیش یه ویدیو هم آپلود کردم که شروع کنم، 2-3 روز بعد یوتیوب زد کلا چنلمو پاک کرد. برای همین من یه چنل جدید زدم. خب من خودم معرفی کردم، مثل اطلاعات کوچولو در مورد خودم دادم، ولی یه ذره بخوام بیشتر کلا صحبت کنم و بگم که چرا اصلا هدف این چنل چیه و اصلا برای چی این چنل رو زدم. در واقع من از دوران راهنمایی وقتی مجله‌های طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی رو که می‌دیدم، خیلی اینجوری بودم که من میخوام برم دکوراسیون داخلی بخونم، میخوام برم اصلا تو این فضا. هیچی گذشت و من رفتم هنرستان. به خاطر این قضیه رفتم مثلا معماری، ولی در واقع نقشه کشی معماری بود. ما مثلا کار معماری اونجوری انجام نمی‌دادیم، صرفا نقشه می‌کشیدیم. این گذشت و من گفتم دلم نمیخواد برم دانشگاه فنی حرفه‌ای، دوباره دانشگاه دخترونه، مدرسه دخترانه به دانشگاه دخترانه. و چون روابط اجتماعی خیلی برام اهمیت داشت، گفتم اوکی، من که نمیخوام اصلا کلا معماری رو ادامه بدم از این طریق. رفتم سراغ کنکور هنر و گفتم که خب بذار سرچ کنم، احتمالاً یه رشته بتونم پیدا کنم که این طراحی داخلی و دکوراسیون داخلیه که علاقم بوده بتونم توی این قضیه بگنجونمش. یه طراحی صحنه بود، یه دونم در واقع طراحی صنعتی که رفتم شروع کردم به درس خوندن واسه کنکور و دیدم من اصلا به نمایش علاقه ندارم. خب چیکار کنم؟ رفتم دوباره سرچ کردم، رفتم سراغ طراحی صنعتی، سرچ کردم، دیدم این دقیقاً همون چیزیه که من باید برم توش و خیلی رشته خفنی. رفتم طراحی صنعتی و حقیقتاً الان که خیلی راضیم که رفتم طراحی صنعتی، واقعاً راضیم. بعد منم آدمی بودم که به همه چی علاقه داشتم. بعد طراحی صنعتی دقیقاً چیزی بود که توی این قضیه خیلی میتونست واسه من لذت بخش باشه، اون چیزایی که میخوام و توش بتونم به دست بیارم و اینا. اینجوری شد که من الان اومدم طراحی صنعتی. یه خیلی خلاصه واسهتون تعریف کردم و خیلی داستانا پیش اومد و اینا. سال 98 وارد دانشگاه شدم. اسم دانشگاه هم نمیگم، بعداً بهتون میگم. متاسفانه خوردیم به کرونا 2 سال از درسمو و هیچ دستاوردی خود من به شخصه نداشتم. دیگه الان که دارم فارغ التحصیل میشم و فقط پایان نامم مونده، دیگه واقعا اینجوری بودم که مثلا فکر کنید میرفتم توی جمع بچه‌ها، یه سری از بچه‌های طراحی صنعتی واقعا خوبن. حالا بگذاریم که این مقدار اسممون بدتر رفته توی صنعت، ولی واقعا یه سری از بچه‌ها خیلی خوبن. اصلا تو میبینیشون اینجوری که منم میخوام اینجوری بشم، منم میخوام واقعا این کارا رو انجام بدم. دیگه اصلا یه تلنگری بهم خورد وقتی تو اون جمع رفتم. من گفتم من هیچی بلد نیستم. الان من خودم به شخصه مثلا بیسیک ترین چیزایی که و خب رشته طراحی صنعتی هم اینجوریه که خیلی تو همه چی رو باید هندل کنی. باید مطالعات رو ببری بالا، بعد خب قطعا زبانت باید اینور خیلی خوب باشه، بتونی مقاله‌های مختلف بخونی، اصلا ببینی تو دنیا داره چه اتفاقی میفته. مدل سازی باید بلد باشی، نرم افزارا رو باید بلد باشی، روش تولید بلد باشی، متریالا رو بدونی و هزار تا چیز دیگه. و من دیدم چی بلد نیستم، خب چی کار کنم؟ بعد دیگه افتادم تو اون خط تجربه کردن و مثلا کشف کردن و اینا. بعد گفتم که میشه یه کارای خوبی کرد که هم خودم یاد بگیرم، هم بتونم رشته ناشناختمونو. واقعا الان من بگم طراحی صنعتی ممکنه 80-90% واقعا نشناسم. یه سریا میگن کار معماریه، یه سریا میگن کار نقاشی، اصلا هیچی در موردش نمیدونه. گفتم اوکی، پس بیام یه حرکتی بزنم. چی کار کنم؟ من خودم خیلی علاقه به تولید محتوا دارم، تجربه های کوچیکی هم داشتم. گفتم اوکی، من که به تولید محتوا علاقه دارم، از این برم دوست دارم که این مسیری که دارم از دانشجوی طراحی صنعتی به سمت یه دیزاینر حرفه‌ای، نسبتاً حرفه‌ای دارم این مسیر رو میرم، بیام اینو نشون بدم. گفتم اوکی، پس اگه اینا هست، یعنی هم علاقه هست، هم اون دغدغه هست، هم این که میخوام توی این قضیه بهتر بشم، پس بیام همه اینا رو
جمع کنه. گفتم مثلا کدوم پلتفرم، دیدم خیلی به اینستاگرام علاقه‌ای ندارم. گفتم یوتیوب فکر می‌کنم فضای خوبی باشه واسه این قضیه. اینجوری شد که من کانال یوتیوب زدم. حالا قرار شد اتفاقاتی بیفته. مثلا من مقاله‌ای میخونم، کتابی میخونم که یه چیز جالبیه، چون طراحی صنعتی چیزی نیستش که مثلا بگم فقط مربوط به منه. یعنی رشته تخصصی هست ولی یه سری چیزای جالبی توش هست که میتونه واسه بقیه هم جالب باشه. و حتی من میخوام بگم که من فقط نمیخوام در مورد دیزاین و به خصوص طراحی صنعتی صحبت کنم. من میخوام که تمام اتفاقاتی که یک آدم بی تجربه و کم تجربه میخواد به یه فاز حرفه‌ای برسه که اون خودم هستم، میخوام یه روند رو نشون بدم. ممکنه یه جاهایی در مورد مهارت‌های نرم و اینا صحبت کنم، در مورد ارتباط گرفتن، یعنی همه چیز دیگه، همه چیز. و کلا طراحی یه چیز خیلی فراگیریه و خیلی چیزا هست که میشه در موردش صحبت کرد و ممکنه واسه خیلیا جالب باشه. خلاصه قراره این اتفاقا بیفته، قراره مصاحبه داشته باشیم، چالش داشته باشیم، مسابقه داشته باشیم. قراره من بیام در مورد مطالب تئوری صحبت کنم، در مورد متریال صحبت کنم، در مورد روش‌های تولید صحبت کنم. حالا الان شاید واسهتون هنوز گنگ باشه که طراحی صنعتی اصلا چی هست. بخوام خیلی ساده بهتون بگم، ما از صبح که بیدار میشیم تا شب که میخوایم بخوابیم کاملا با دیزاین در ارتباط هستیم. مثلا صبح که بیدار میشیم گوشی که دستمون میگیریم، صبحونه میخوایم آماده کنیم، سوار ماشین بشیم، میخوایم از مترو استفاده کنیم، از بیارتی، از همه چیز، از وسایل نقلیه، از همه چیز، حتی در واقع اپ‌هایی که استفاده میکنیم، سایت‌هایی که استفاده میکنیم، همه اینا دیزاینه. بخوام خیلی ساده واسهتون توضیح بدم، ما یه وضعیت موجودی داریم و میخوایم به وضعیت مطلوب تبدیلش کنیم. وظیفه یک دیزاینر اینه که نیازهای کاربر رو توی وضعیت موجود بسنجه و بیاد واسه وضعیت مطلوبش پیشنهاد بده. مثلا این صندلی من ناراحته، مثلا میشینم روش اینجوریم که اصلا راحت نیستم، با متریالش اوکی نیستم، با ارتفاعش اوکی نیستم، با زاویه‌اش اوکی نیستم. پس من چیکار میکنم؟ من به عنوان یک طراح میام اینو ریدیزاین میکنم، یا اصلا میام یه صندلی دیزاین میکنم که استاندارد باشه، من وقتی میشینم روش یه تجربه، یه احساس خوبی داشته باشم. حالا توی طراحی صنعتی ما خیلی چیزا رو داریم، از متریالا بگیر، از روش‌های تولید بگیر، نرم افزارهایی که باید یاد بگیری و باید همش در حال مطالعه کردن باشی، بدونی که ترندهای روز دنیا چیه، خودتو به روز نگه داری، نباید قدیمی بمونی. ما رشته‌مون یه رشته‌ایه که خیلی رشته مهمیه ولی توی ایران به چشم نمیاد به اندازه مثلا مهندسی و پزشکی. خلاصه همین، من فکر میکنم در مورد طراحی صنعتی بهتون گفتم، هدفمو گفتم، اینکه قراره اینجا چه اتفاقاتی بیفته رو گفتم، خودم معرفی کردم و الان وقت خداحافظیه. من توی ویدیو قبلی یه سری چیزای دیگه هم داشتم ولی حقیقتا چون ترسیدم که یه موقعی شاید مشکل از اون چیزا بوده دیگه توی این ویدیو نمیارمش. من دیگه فکر میکنم همه چی رو گفتم. توی ویدیوهای بعدی در مورد طراحی صنعتی خیلی عملی تر و خیلی قابل لمس تر صحبت میکنم. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین. اگر که لایک کنی، سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغل رو بزنید خیلی بهم کمک میکنه. همین دیگه، ممنونم، مرسی و فعلا خداحافظ.